زمانی که میمیری آدمای زیادی بابت مرگت ناراحت میشن. آدمای زیادی میان سر خاکت اشک میریزن، اما جالبه بدونی هیچ کدوم از اون آدما به خاطر تو ناراحت نیستن. به خاطر مرگ تو نیست که اشک میریزن. اونا بابت زندگی خودشون که قراره بدون تو سپری بشه ناراحتن. به خاطر خودشون که قراره به زندگی کردن بدون تو ادامه بدن اشک میریزن. آدما حتی اشکی که موقع مرگت هم میریزن برای خودشون. حتی موقع مرگت همه به خودشون فکر میکنن. به محض اینکه بمیری هویت تبدیل میشه به یه جسد. مردم از جملاتی مثل جسدو بیاری جسدو بذاری تو قبر استفاده میکنن. میبینی بعد از مرگت مردم دیگه حتی به اسمم صدات نمیکنن. مردمی که کل زندگیت سعی داشتی تحت تاثیرشون قرار بدی. مردمی که به خاطر ترس از قضاوتشون هیچ وقت اونجوری که میخواستی زندگی نکردی. مردمی که برای رضایتشون حتی خودت هم ناراحت میکردی. مردمی که به خاطر حرفاشون هیچ وقت به خودت اجازه زندگی کردن ندادی. حالا یه سوال، اگه شانس اینو داشتی که بعد از مردنت دوباره زندگی میکردی، چطوری زندگی میکردی؟ بازم میذاشتی دیگران حرفاشون قضاوتاشون جلوی زندگی کردن تو بگیره؟ تو شانس دوباره زندگی کردن نداری، پس الان همون جوری زندگی کن.